اگر از مسلمان پرسیده شود عزیز من امت کی هستی؟ میگه امت محمد صلی الله علیه و سلم. بنده ای کیستی؟ الله. کتاب تو چی هست؟ قرآن. کدام طرف نماز میخونی؟ طرف قبله. از پیشش پرسان که عزیز من آیا نه یکم قدم Nek baroj traji daleko je. Iz dvou šiseda? Da. 4 раза будет закрыто две руки, а 3 раза будет закрыто. مبارک شب برات، مبارک شب. Bastian نداره. آدمی که عروش شیطان بوده. آدمی که عروش شیطان بوده. شب و دیسکاتک و کلوب کایف. یکی خدا یکی دارن که در دل خدا زد. یکی راستش بیاره بیگی خیلی در چیلو والله پسند داشتم. من که دل موندای یعنی بود. ولی فکر نزد که من 13 سال رب دام مهنت کردم. فکر نزد که من سال رو بری کردم. گیم گاش راست خواست که تز بیام. تز برام. اونی که پابجی داره، اونی که لدو داره، اونی که در صفحات مجازی دنبال دخترهای مردم است، بدبخت شدن، ناکام هستن، زندگیشان سیاه شده، افسردگی وجودشان را گرفته، در خانهشان میدان جنگ شده، هر روز زن و شوهر با هم در جنگن. پسر نمیفهمد که آیا این میدان جنگ است؟ پدر من چی کار میکند؟ مادر من چی کار میکند؟ آنقدر جوانان به سراغ من میآید، به من تماس میکشند، در مسجد من میآیند، گریه میکنند. جناب مولانا به خدا قسم ما پدر نداریم، ما مادر نداریم، یتیمیم. پدر و مادری که دین ندارد، پدر و مادری که در معصیت است، پدری که دنبال حرام است، مادری که دنبال حرام است، فرزندان اون پدر و مادر یتیمند. اون خانواده‌ای که در اون خانه دین نیست، فرزندان اون خانواده یتیمند. در خانواده‌ای که دین نیست، فرزندان اون خانواده فقیرند، هیچ ندارند. ما اشتباه کردیم عزیزان من. ما را چک غلط دادن، آدرس غلط دادن. امروز جوان در یک جاده‌ای قرار گرفته، این طرف هم سعی میکنه تاریک، اون طرف هم سعی میکنه تاریک. به زن خود میبیند، زن به سخنش گوش نمیکند. به مادر خود میبیند که مادر مصروف خود است. به پدر میبیند، پدر مصروف خود است. این جوان بیچاره درمانده کجا برود؟ با کی راز دل بکند؟ با کی آرام بشود؟ کی سخنش را بشنود؟ کی مرهم برای زخمش بگذارد؟ به خدا دختران تماس میکشند. در بخش فرهنگی ما قاری صاحب عبدالشکور که شهیر مشهور است اینجا هستند. شما از اینها پرسان کنین، از تاجیکستان، از قزاقستان، از روسیه، جرمنی، کانادا، دبی، عربستان، خود افغانستان، صدها تماس هر روز به اینها میگیرن که شماره مولانا را بده. بعد از اینکه به من تماس میکشن گریه از پشت گوشی، جناب مولوی صاحب ما که ندانستم زندگی. خواهر تماس میگیرد من خودکشی میکنم، چی میشود؟ خواهر تماس میگیرد زندگی من به جهنم تبدیل شده، برادر من در معصیت و گناه است، پدر من در معصیت و گناه است، مادر من در معصیت و گناه است. 23 سال سن من شده، کس دنبال شوهر من نمیگرده که من شوهر دارم یا ندارم. مرا به کسی دادن که شراب می نوشد، زنا می کند، ارتباط های نامشروع دارد، زنکباز است به اصطلاح خیلی ساده‌تر. واقعا جایی بسیار درد است. اگر از مسلمان پرسیده شود عزیز من امت کی هستی؟ میگه امت محمد صلی الله علیه و سلم. بنده ای کیستی؟ الله. کتاب تو چی هست؟ قرآن. کدام طرف نماز میخونی؟ طرف قبله. از پیشش پرسان که عزیز من آیا میدانی که سود در قرآن حرام گفته شده؟ آیا میدانی که رشوت به قرآن حرام گفته شده؟ آیا میدانی که ارتباط نامشروع با دختران مردم در قرآن حرام شده؟ آیا میدانی
که ارتباط نامشروع زنا هست؟ آیا میدانی که دروغ گفتن در شریعت حرام است؟ آیا میدانی که پابجی در شریعت حرام است؟ آیا میدانی که معصیت خدا و بینمازی در شریعت حرام است؟ تو که امت رسول الله هستی، تو که با عالم تمسخر میزنی، تو که سر عالم میخندی، تو که صدها مهر و تاپه با عالم میزنی، تو آیا آمادگی داری روز قیامت را؟ آمادگی سؤال نکیر و منکر داخل قبر را داری؟ آیا اسرائیل تو را ندیده؟ آیا خدا تو را فراموش کرده؟ آیا خدا نعوذ بالله چشمش کور شده که تو را نمیبیند؟ قطعا این گونه نیست. الله میبیند. ملک الموت هر 5 وقت نماز به صورت هر مسلمان نگاه میکند که خدا دستور کی را میدهد که جانش را قبض رو کند. همین هفته ای که تر شد به من تماس کشیدن، یک جوان رفته پیش مادرش پول بده، مادر گفته پول ندارم. پیش بیبیش رفته پول بده، گفته پول ندارم. شاید برای پابجی میگرفته، شاید برای یک معصیت میگرفته. وقتی دیده این طرف و اون طرف پول نیست، رفته چادر مادر خود را گرفته، خود را حلق‌آویز کرده و جان داره. امروز جوان 17 ساله ما این گونه جان میدهند، در حالی که 17 ساله اصحاب پیامبر در صف جهاد با مشرکین و کفار نبرد میکردن و این گونه صدا میزدن فزت و رب الکعبه. وقت شمشیر میخوردن میگفتن رستگار شدیم، کامیاب شدیم، به خدای کعبه قسم است. امروز جوان برای این و آن جان میدهد. جوان به پدرش گفته آیفون برای من بخر، اگر نمیخری خودکشی میکنم. ای وای به حال این جوان، ای وای. آیفون برای من بخوان، یک آیفون نمبر جدیدی که 14 در بازار آمده، این را به من بخر و یا از کشور فرار میکنم. امروز جوان به کجا هست؟ بنازم به حافظ احمد رضا که این آیفونش آنتنای قوی داره که هر لحظه با پروردگارش در تماس است. حافظ قرآن، الله اکبر، حافظ قرآن 30 سپاره قرآن به دلش. رسول خدا فرمود من اکرمه فقط اکرم الله. کسی که حافظ قرآن را احترام میکند الله را احترام کرده. و من اهانه فعلیه لعنت الله. کسی که به قاری و حافظ قرآن اهانت میکند، کسی که حافظ قرآن را سرش تمسخر میکند، لعنت خدا بر اون انسان. حافظ قرآن اذا مات حامل القرآن، وقت حافظ قرآن میمیرد، از دنیا میرود، اوحى الله الى الارض، خدا به زمین وحی میکند، خدا به زمین یک ابلاغیه میفرستد. الله به زمین چی میفرماید؟ اوحى الله الى الارض لا تأکلی لحمه. ای زمین، حافظ کل قرآن در سینه تو دفن میشود، حق نداری گوشتش را بخوری، حق نداری خاکش بکنی. زمین چی میگه؟ قالت الهی کیف آکل لحمه و کلامه و کلامک فی جوفه. پروردگارا من چگونه گوشت کس را بخورم که کلام تو در سینه اون است، کلام تو در سینه اون است.